أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید باب استحباب زیارت القبور للرجال و ما یقوله الزائر، یعنی باب در مسئله استحباب، یعنی مستحب بودنی، یعنی خوب بودنی زیارت القبور، زیارت کردن قبرستان للرجال، برای مردها یعنی که با زیارت قبرستان بروند، این مستحب است. و ما یقوله الزائر، و آنچه را که زائر میگوید، آن چیزی را که انسان زیارت کننده قبر میگوید. انا همین موضوع دا امام نووی رحمه الله برای ما و شما دلایل را تقدیم میکند. خب اولا حدیث را میارد، حدیث 580 عن بریده رضی الله عنه قال، یعنی از بریده رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم كنت نهیتکم عن زیارت القبور فزوروها، یعنی که پیشتر من شما را باز داشتم، پیشتر من شما را منع کردم از زیارت قبرستان، فزوروها، پس شما قبرستان رو زیارت بکنید. یعنی که رسول الله صلی الله علیه و سلم زیارت قبرستان رو اجازت داد، اما در دایره شریعت. یعنی در اول چرا منع کرد؟ به خاطر آنه که مردم نو مسلمان شدگی بودن و احکام شرعی را نمیدونستند و در شرک و در پرستش مردگان نگذرد، گفته رسول الله منعشان کردگی بود. وقتی که مردم توحید فهمیدن، رسول الله گفت اکنون دیگه زیارت کرده میتونید، اما در دایره شریعت. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کردگی هست. بعد از این حدیث 581 و عن عایشه رضی الله عنها قالت، یعنی از عایشه رضی الله عنها روایت است که گفت کان رسول الله صلی الله علیه و سلم كلما كان لیلتها من رسول الله صلی الله علیه و سلم یخرج من آخر اللیل الى البقیع فیقول، یعنی که حضرت عایشه گفته است که رسول الله صلی الله علیه و سلم بود کلما کان لیلتها من رسول الله، هر وقتی که بود شب حضرت عایشه از رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی که شبی که نوبت حضرت عایشه میشد، حضرت عایشه میگه که یخرج من آخر اللیل الى البقیع، رسول الله میبرآمد در آخر شب به بقیع، به قبرستان بقیع میرفت. فیقول، پس در نزد قبرستان بقیع میگفت که السلام علیکم دار قوم مؤمنین، یعنی سلام بر شما ای ساکنان قوم مؤمن، یعنی کسانی که در قبرستان بقیع هستند. و اتاکم ما توعدون، یعنی که به شما رسیده است آن چیزی که وعده داده شدید، یعنی که آن چیزی که الله شما را وعده کرده بود آن به شما رسید. غدا مؤجلون، یعنی که بزودی معجل زود گردانده می شود. و اینا ان شاء الله بكم لاحقون، و هر آینه ما اگر الله خواسته باشد یا با خواست الله سبحانه و تعالی بكم لاحقون، یعنی به شما پیوست می شویم یا پیوست شدنی هستیم. و اینا ان شاء الله، یعنی که ما هر زمانی که الله بخواهد بكم لاحقون، یعنی به شما پیوست شدنی هستیم یا پیوست می شویم. اللهم اغفر لأهل بقیع الغرقدی، بعد میگه پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت که ای بار الها ببخش اهل بقیع غرقد را. بقیع غرقد همون قبرستان بقیع. پیغمبر صلی الله علیه وسلم در حق اونها دعا کرد. پس در این باره علما اختلاف نظر دارند که آیا بعد از پیغمبر صلی الله علیه و سلم هر کسی که در جنت البقیع، در همون قبرستان گرانیده شود،
این دعا شاملش می شود یا نه. بعضی علما میگن که تا روز قیامت هر مسلمانی در اونجا گرانده می شود شامل این دعا هست، پیغمبر در حقش دعا کرده است. اما بعضی میگن که نه، همونه که در زمان پیغمبر گرانده شد، پیغمبر در حق همونها دعا کرد. خب رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کرده که هست. بعد از این حدیث 582 و عن بریده رضی الله عنه قال، یعنی از بریده رضی الله عنه روایت است که گفت کان النبی صلی الله علیه و سلم يعلمهم اذا خرجوا الى المقابر ان يقول قائلهم، میگه بود رسول الله صلی الله علیه و سلم يعلمهم، یعنی که تعلیم میداد آنها را، یاد میداد آنها را، اذا خرجوا الى المقابر، هر زمانی که میرفتن به نزد قبرستان، یعنی که به قبرستان که میرفتن، ان یقول قائلهم، یعنی بگوید گوینده، همون آدمی که سر قبرستان میرفت همون باید بگوید که السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین والمسلمین و انا ان شاء الله بكم لاحقون اسال الله لنا ولكم العافیه، یعنی که سلام بر شما اهل دیار از مؤمنین و از مسلمین، و اینا ان شاء الله بكم لاحقون، و هر آینه ما هر زمانی که الله خواسته باشد به شما لاحق هستیم، یعنی که پیوست شدنی هستیم یا با شما یکجا شدنی هستیم. اسال الله لنا ولكم العافیه، یعنی که از الله تبارک و تعالی برای ما و برای شما عافیت را طلب داریم که الله سبحانه و تعالی ما و شما را عافیت نصیب کند که از خشم و غضبش حفظ کند و نگاه بدارد، زیر رحمتش بگیرد. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کرده که هست. بعد از این حدیث 583 و عن ابن عباس رضی الله عنهما قال، یعنی از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که گفت مر رسول الله صلی الله علیه و سلم بقبور بالمدینه فاقبل علیهم بوجهه فقال، میگه گذشت رسول الله صلی الله علیه و سلم بقبور، یعنی به نزد قبرستان، بالمدینه، در مدینه نبوی، فاقبل علیهم بوجهه، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو آورد به آنها با رویش، یعنی روش پیغمبر طرف قبرستان کرد و فقال، پس پیغمبر گفت که السلام علیکم یا اهل القبور یغفر الله لنا ولکم انتم سلفنا و نحن بالاثر، گفت که السلام علیکم یا اهل القبور، یعنی سلام بر شما ای اهل قبرستان، یغفر الله لنا ولکم، یعنی ببخشد الله سبحانه و تعالی ما و شما را، انتم سلفنا، یعنی شما گذشتگان ما هستید، شما پیش از ما گذشتگان هستید، و نحن بالاثر، و ما بالاثر، یعنی از پشت شما هستیم، بالاثر یعنی از پشت شما هستیم، و نحن بالاثر، و ما از پشت شما هستیم، یعنی ما هم از پشت شما به همین قبرستان می آییم هر زمانی که الله خواسته باشد. رواه ترمذی، این حدیث امام ترمذی روایت کرده که و قال حدیث حسن، و گفته است که حدیث حسن است. خب این بود باب استحباب زیارت قبور برای مردها و باید این دعا گفته شود، و بگیم کسانی که با ماشین میگذرد به اینها میتونند که همین دعا را گفته گذشته بروند، یعنی که ایستاده و رو طرف قبرستان کردنشون شرط نیست، میتونه میگه و میگذره میرود. اما اگر که قبرستان خودش بدروید رو به طرف قبر ایستاده این دعا را میگوید. خب این باب خلاص شد. باب نو، باب کراهیتی تمنی الموت بسبب ضر نزل به ولا بأس به لخوف الفتنة فی الدین. باب در مسئله کراهیت، یعنی که نادرست بودن. کراهیت در کتاب‌های قدیم به معنای حرام است، یعنی که باب در مسئله حرام بودنی تمنی الموتی، یعنی که آرزو کردن مرگ، اگه انسان مرگ آرزو بکند این حرام است. بسبب ضر، یعنی به سبب زیانی که به اون انسان رسیدگی است، یعنی که هم مشکلی بالاش بیاید دعا و تمنای مرگ بکند این حرام است. نزل بهی، یعنی که
رسیده است با اون انسان همون ضر، همون ضرر، پرابلم و مشکلی برای سرش آمدگی است. خب در همین صورت اگر برای پرابلم دعای بد کند، در حق خودش مرگ طلب بکند، آرزوی مرگ بکند، این حرام است. ولا بأس بهی، و با که ندارد طلب کردن مرگ، لخوف الفتنه فی الدین، از برای ترس فتنه که در دین باشد. اگر یک فتنه آمده است، اون فتنه در دین است، در این صورت میتواند که دعا کند که الله اگر زنده ماندن برای من خیر است، پس من را زنده نگه بدار، اگر مردن برای من خیر است، پس الله جان من را بگیر. این طور دعا کردن جایز است، لیکن این در مسئله چی باشه؟ در مسئله دینش باشد. اما در مسئله دنیوی باشد، پرابلم و مشکلات دین دنیوی، در این صورت به یگان وجه طلب کردن مرگ جایز نیست، حرام است. خب حدیث 500 اکنون حدیث را میارد. حدیث 584 عن ابی هریره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است، هر این رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت: لا یتمنى احدكم الموت اما محسنا فلعله یزداد و اما مسیئا فلعله یستعتب. پیغمبر گفت که لا یتمنى احدكم الموت، یعنی تمنا نکند کسی از شما مرگ را. یگان تا شما مسلمان ها مرگ را تمنا نکنید، آرزو نکنید. اما محسنا، اگر که اون انسان محسن باشد، انسان نکوکار باشد، یعنی مسلمانی بگیم خیرخواه و خیر کننده و بگیم مسلمانی عبادت کننده الله باشد، فلعله یزداد، شاید این تقوای این انسان، نیکوکاری این انسان یزداد، زیاد می شود. یعنی شاید در آینده سالش رفتن که میگیرد تقواش زیادتر شدن میگیرد. برای هم خاطر میگه شما طلب مرگ را نکنید اگر که ذره بگیم نکوکار باشید. و اما مسیئا، و اگر که اون انسان گناهگار باشد، رفت یک انسان بسیار گناهگاره بگه همین گناه زیاد کردن من بمبرم این خوبتر است، پیغمبر میگه اگر همین طور گناهگار انسان باشد، این هم طلب مرگ نکند. چرا؟ فلعله یستعتب، شاید روزی می شود که انسان توبه میکند، روزی می شود که الله سبحانه و تعالی براش توفیق توبه میدهد، این انسان توبه میکند. برای خاطر توبه بگیم طلب مرگ نکند، انسان جایز نیست. متفق علیه، و حدیث متفق علیه است، و هذا لفظ البخاری، این لفظ بخاری است. و فی روایت للمسلمین، در یک روایت دیگر از مسلم اومدگی است، عن ابی هریره رضی الله عنه عن رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، از ابو هریره رضی الله عنه روایت است، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت: لا یتمنى احدکم الموت، یعنی تمنا نکند کسی از شما مرگ رو، کسی از شما آرزوی مرگ نکند. ولا یدعو به من قبل ان یاتیه، ولا یدعو یعنی که دعا نکند، نخواهد به، یعنی همون مرگ رو، ولا یدعو به یعنی نخواهد مرگ را، مردن را نخواهد، من قبل ان یاتیه، پیش از اونه که یاتیه، یعنی که همون مرگ برای این انسان برسد، یعنی که پیش از اونه که مرگش میرسد، یعنی طلب نکند. انه اذا مات انقطع عمله، چرا؟ زیرا اینکه میگه وقتی که انسان مرد، انقطع عمله، عملش قطع میشود، خلاص دیگه چقدر کردی نکردی بگیم عملت قطع شد، بسته شد پیش عمل. و انه لا یزید المؤمن عمره الا خیرا، و هر آینه میگه زیاد نمیشود مؤمن را عمرش، یعنی طولانی بودن عمرش، الا خیرا، مگر اینکه در آن خیر است. یعنی که مؤمن وقتی عمرش طولانی می شود، حتما در او خیر است، زیرا که این سال توبهش کمتر باشد، سالش رفتن گرفت توبهش زیادتر می شود، تقواش کمتر باشد تقواش زیادتر می شود، تا چند سالش رفتن گرفت همون قدر تقواش و پرهیزگاریش زیاد شدن میگیره. برای هم خاطر نباید مسلمان طلب مرگ بکند. خب این بود حدیث 584 قسمی دیمش بگم، روایتی دیم. بعد از این حدیث 585 و عن انس رضی الله عنه قال، از انس رضی الله عنه روایت است، گفت: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت: لا یتمنین احدکم الموت لضر اصابه، پیغمبر گفت که تمنا نکند، لا یتمنى، در اینجا چند
نهی های روبرو است، تاکیدات روبرو است. یعنی حتما آرزو نکند کسی از شما مرگ را، لضر اصابه، به سبب زیان و مصیبتی که اون انسان گرفتار شدگی است، به سبب مصیبت طلب مرگ نکن. فان کان لا بد فاعلا، پس اگر اون انسان دیگر چاره نداشته باشد مگر اینکه فاعل، مگر اینکه انجام بدهد همین رو، یعنی یک انسان دیگر راه ندارد بجز طلب مرگ، یعنی باید مرگ طلب بکند، پس این چیکار کند؟ فلیقول، پیغمبر صلی الله علیه و آله که پس این انسان بگوید که اللهم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی، یعنی که ای بار الها زنده نگهدار من را، احیینی یعنی زنده نگهدار من را، ما کانت الحیات خیرا لی، تا زمانی که باشد حیات به فایده من، خیرا لی به نفع و به فایده من باشد، ای الله من را زنده نگه بدار. و توفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، و توفنی یعنی بمیران من را ای الله، اذا کانت الوفات خیرا لی، هرگاهی که باشد وفات، هرگاهی که باشد مردن، خیرا لی به نفع من، اگر مردن به فایده من است ای الله مرا بمیران، اگر زنده ماندن به خیر من است ای الله من را زنده نگه بدار. حدیث متفق علیه. بعد از این حدیث 586 و عن قیس بن ابی حازم قال، از قیس بن ابی حازم روایت است که گفت دخلنا علی خباب بن الارتی، میگه ما در آمدیم نزدی خباب بن ارت رضی الله عنه، نزدش در آمدیم، نعوده یعنی ما با عیادتش رفتیم، برای خبرگیری بیمار رفتیم، و قد اکتوى 7 کیات، واقعا میگه اکتوا کردگی یعنی داغ کردگی بود، 7 کیاتین یعنی 7 نقطه بدنش، یعنی که تبابت طبی شرعی ما 3 نمود داریم، 3 چیزی هسته که برای تبابتش در 3 چیز شفا هست، یکی از اونها عسل است، در عسل شفا هست، یکی حجامه است، در حجامه شفا هست، یکی اکتوا هست، داغ کردن است، در داغ کردن هم شفا هست، بعضی بیماری هسته که غیر داغ دیگه اگه اون چیز دیگر فایدهش ندارد، پس اکتوا کردن این جایز است. پس میگه خباب یعنی داغ کردن، خباب ابن ارت خچه داغ کردگی بود، میگه یعنی همین خیلی توبت کرده سبب بیماریشه، پس میگه ما به خبرگیریش رفتیم، فقاله، پس میگه همین خباب ابن ارت میگه گفت ان اصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، میگه این اصحابنا هر آینه یاران ما، رفیقان ما، الذين سلفوا آنهایی که گذشتند، رفتند، یعنی صحابه را در نظر دارد، یعنی صحابگانی که بودن، میگه اینها وقتی که رفتند، مضوا اینها گذشتند، ولم تنقصهم الدنیا، تنقصهم الدنیا و واو حالی است، و در حالی که لم تنقصهم یعنی که کم نکرده بود از آنها دنیا، یعنی ثوابشون دنیا کم نکرد، یعنی که در حالت وزمینی مشقت، در وزمین ترین حالت دست رسول الله را گرفتن و دنیا اونها را ثوابشون کم نکرد، یعنی که مالدار نشدن که بگیم نتیجه اون زحمت را فایدهش دیده باشن. و این نامگه اصحابنا ما لا نجد لهم موضعا الا التراب، و این و هر آینه ما میگه اصحابنا یعنی به دست آوردیم، اصحابنا به دست آوردیم، ما صاحب شدیم، ما لا نجد لهم موضعا الا التراب، چیزهایی را که پیدا کردن نمیتونیم برای اون جای مگر اینکه خاک، مگر اینکه تراب، مگر اینکه اونها را در خاک صرف میکنیم. مقصدش چی است؟ مقصدش یعنی ساختن خانه های با دبدبه و ساختن بگیم قصرها، میگم ما چنان دنیا را یافتیم که دیگه این را در خاک صرفش میکنیم، یعنی که ساختمان میکنیم. ولولا ان النبی صلی الله علیه و سلم نهانا ان ندعو بالموت لدعوت به، اکنون خباب میگد که ولولا اگر که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نهانا ما را باز نمی داشت ان ندعو بالموت
که دعای مرگ بکنیم لدعوت بهی، حتما گفت من دعای مرگ میکردم. یعنی که من از رسول الله شنیدگی هستم رسول الله از دعای مرگ منع کردگی هست، از این حساب من دعای مرگ نمیکنم، نباشه من دعای مرگ میکردم. ثم اتیناه مرة اخرى، پس میگه چند زمان بعد میگه اتیناه مرة اخرى، نزدش اومده بار دیگر. و هو یبنی حائطا له، پس اون میگه بنا میکرد میساخت، میگه یک دیوار برای خودش، یا دیوار میساخت، خانه بگون بگیم حولیش محکم کرده ایستاده بود. فقال، پس میگه خباب گفت که ان المسلم لا یؤجر فی کل شیء ينفقه الا فی شیء یجعله فی هذا التراب. گفت هر آینه مسلمان لا یؤجر، حتما ثواب داده می شود، فی کل شیء در تمام چیز، ينفقه در تمام چیزی که انفاقش میکند، در تمام چیزی که میدهد، الا فی شیء مگر در چیزی که یجعله، یعنی که ثواب نمیگیرد مسلمان در چیزی که یجعله میگرداند میگذارد همون چیز را فی تراب در زمین. یعنی چیزی که در زمین میگذاری در این ثواب نیست. یعنی خانه میسازی، خانه میگیری، در این خانه گرفتن و خانه ساختن ثواب نیست اگر خانه برای خودت باشد، اما برای یتیم خانه باشد و جایهای خیروی باشد ثواب دارد، اما برای خودت باشد برای این خانه ثواب نیست. فهمو؟ برای شیء این یجعله، یعنی چیزی که در زمین میگذارد، مقصد چیکار میکنه؟ ساختمانی میکنه، ساختمانی کردگی در ثواب نیست. حدیث متفق علیه است و هذا لفظ روایت البخاری، و این لفظ روایت امام بخاری هست. همچنین این باب دوم هم به آخر رسید. بعد از این باب ورع و ترک شبهات است، باب تقوا و ترک کردن شبهات. انشاءالله اینش درس آینده. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا. تا درس آینده الله حافظ و مددگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.